آیا ما در این دنیا تنها هستیم؟ آیا کسانی در کنار ما هستند؟ آیا چیز دیگه ای ما داریم که در این ویدیو بهش پی خواهیم برد؟ و در این مطالبی که این چند روز داخل اینترنت با ایران شده خواهیم پیوست که بدونیم چه اتفاقایی افتاده و چی شده که اینقدر توی فضای مجازی و دنیا قوا به پا کردن و همه مردم داخل شوک بزرگ فرو رفتن که آیا فرازمینی وجود داره یا نه؟ آیا کسی به نام فرازمینی داخل این زمین و آسمون و دنیا وجود داره یا خیر؟ خدایا اونا رو خلق کرده یا خیر؟ و در این ویدیو بهش پی خواهیم فهمید که و چرا خدا اینا رو آفریده. آیا به ما حمله میکنن یا نه؟